تفضلوا. זה הטיל המתפצל, חברים. سلام، یاران تیوی این بسته خبری را به 13مین روز جنگ امریکا و اسرائیل در برابر ایران اختصاص داده است. سرخط بارزترین خبرها: موج 40 وعده صادق 4، حملات مشترک ایران و حزب الله با موشک‌های جدید شبیه سلاح اتمی به بیش از 50 هدف نظامی در اسرائیل. ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی از جمله سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به آمان، یگان 8200، رادار گرین پاین و ساختمان ستاد زیردریایی‌های پایگاه دریایی حیفا را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است. در این تهاجم سهمگین، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای هائلا در جنوب تل‌آویو برای دومین مرتبه مراکز نظامی در بئر یعقوب، قدس غربی و حیفا به همراه اهداف گسترده آمریکا در اربیل و ناوگان 5 دریایی در منطقه زیر ضرب آتش سهمگین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. حملات سنگین هوایی امریکا و اسرائیل به ایران در پاسخ به حملات مشترک ایران و حزب الله، انفجارهای پی در پی در تهران و چندین شهر دیگر. انفجار مهیب در خلیج فارس، 2 نفتکش در آبهای عراق هدف حمله مرگبار قرار گرفتند. و جنجال قطعنامه شورای امنیت، از ایران خواسته شد حملات به خلیج فارس متوقف شود، اما حملات امریکا و اسرائیل نادیده گرفته شد. موج 40 وعده صادق 4، حملات مشترک ایران و حزب الله به 50 هدف نظامی در اسرائیل. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که در چارچوب موج 40 عملیات وعده صادق 4 حملات گسترده به 10 هدف در اسرائیل انجام داده است. به گفته سپاه، این عملیات به گونه مشترک با حزب الله لبنان انجام شده و در جریان آن بیش از 50 هدف نظامی و راهبردی در نقاط مختلف اسرائیل مورد حمله قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است که در حملات جدید از موشک‌های قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح استفاده شده و اهداف در شهرهای تل‌آویو، بیت المقدس و حیفا زیر ضرب قرار گرفتند. سپاه همچنان اعلام کرده است که همزمان با این عملیات پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه نیز هدف قرار گرفتند، از جمله پایگاه‌های در الازرق در اردن و خرج در عربستان سعودی. در همین حال رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران گزارش دادند که موج تازه از حملات موشکی و پهپادی علیه اسرائیل و نیز تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی امریکا در سراسر خاورمیانه آغاز شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در منطقه به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در سراسر جهان بیشتر شده است. حملات سنگین هوایی امریکا و اسرائیل به ایران، انفجارهای پی در پی در تهران و چندین شهر دیگر. بامداد امروز پنجشنبه گزارش‌ها از آغاز موج تازه حملات هوایی امریکا و اسرائیل به ایران حکایت دارد. حملاتی که پایتخت این کشور تهران و چند شهر دیگر را هدف قرار داده است. پس از اعلام آغاز این حملات، گزارش‌های متعددی از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی، پرواز جنگنده‌ها و پهپادها در آسمان تهران منتشر شده است. همزمان تصاویر و گزارش‌های منتشر
شده در شبکه‌های اجتماعی از وقوع انفجار در شهرهای اصفهان، کاشان، کرج و پرند نیز خبر می‌دهد. همچنان گزارش‌های از انفجار و فعالیت پدافند هوایی در اطراف ملارد، شهریار و فردیس منتشر شده است. گفته می‌شود این حملات از شامگاه چهارشنبه آغاز شده و تا بامداد پنجشنبه ادامه داشته است. جزئیات دقیق خسارات و تلفات احتمالی این حملات هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد چندین نقطه در شهرهای مختلف ایران هدف قرار گرفته و صدای انفجارها در بخش‌های از پایتخت و شهرهای اطراف شنیده شده است. در همین حال کانال وحید آنلاین ویدیوهای منتشر کرده که در آنها صدای پهپاد و شلیک در نقاط مختلف تهران از جمله مرکز، جنوب شرقی و شرق این پایتخت به گوش می‌رسد. همزمان گزارش‌های از حملات پهپادی به ایستگاه بازرسی در تهران منتشر شده است. در این ویدیوها همچنان شعارهای ضد حکومتی هم شنیده می شود، از جمله شعار مرگ بر بسیجی جیره‌خوار. 13 روز از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گذشته و حملات متقابل طرفین جنگ همچنان ادامه دارد. این تحولات در حال رخ می دهد که تنش‌های نظامی در منطقه در روزهای اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. انفجار در خلیج فارس، حمله مرگبار به 2 نفتکش در آبهای عراق. 2 نفتکش در آبهای خلیج فارس نزدیک بندر قصر در جنوب بارسا هدف حمله قرار گرفتند و دچار آتش سوزی شدید شدند. حمله‌ای که دست کم 1 کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. پس از این حادثه گروه‌های امدادی موفق شدند 38 خدمه این نفتکش ها را نجات دهند و عملیات جستجو برای دیگر افراد احتمالی همچنان ادامه دارد. همزمان قایق‌های امدادی در اطراف این شناورها برای مهار آتش و انتقال مجروحان در حال فعالیتند. مقام‌های عراقی اعلام کردند این نفتکش‌ها در نزدیکی بندر قصر آتش گرفتند، جایی که یکی از مهمترین مسیرهای صادرات نفت عراق محسوب می‌شود. در همین حال یک منبع امنیتی عراقی مدعی شده است یک قایق ایرانی حامل مواد منفجره به این شناورها برخورد کرده، اما مقام‌های رسمی تاکید کردند که تحقیقات درباره علت و عامل حمله همچنان ادامه دارد. در پی این حادثه مقام‌های عراق اعلام کردند که صادرات نفت از این منطقه به طور موقت متوقف شده، اقدامی که می‌تواند نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی در خلیج فارس را بیش از پیش افزایش دهد. تردید ایران درباره حمله به انبار نفت در عمان، آتش سوزی در بندر سلاله زیر ذره بین. پس از وقوع آتش سوزی در یک انبار بزرگ نفت در بندر سلاله عمان، مقام‌های نظامی ایران نسبت به این حادثه ابراز تردید کردند و اعلام کردند که این رویداد در حال بررسی است. بامداد امروز پنجشنبه خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت ایران به نقل از سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گزارش دادند که حادثه رخ داده در بندر سلاله بسیار مشکوک به نظر می‌رسد و ایران در حال بررسی ابعاد مختلف آن است. به گفته این مقام نظامی، بندر سلاله در کشوری رخ داده که ایران از آن به عنوان کشور دوست، همسایه و برادر یاد می‌کند و به همین دلیل تهران با دقت در حال پیگیری اطلاعات مربوط به این رویداد است. پیش از این روز چهارشنبه گزارش‌های منتشر شد که از حمله چندین پهپاد به تأسیسات ذخیره‌سازی نفت در بندر سلاله خبر می‌داد. همچنان ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که لحظه برخورد یک پرتابه به یکی از مخزن‌های بزرگ نفت و شعله‌ور شدن آتش را نشان می‌دهد. با وجود انتشار این تصاویر، هنوز منبع دقیق حمله و عاملان آن به طور رسمی مشخص نشده و مقام‌های مختلف در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند. حادثه‌ای که در میانه افزایش تنش‌های نظامی در منطقه رخ داده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
رهگیری و انهدام 18 پهپاد در شرق عربستان تهدید امنیت نفتی کنترل شد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که سامانه‌های دفاعی این کشور 18 پهپاد را بامداد امروز در منطقه شرقی رهگیری و منهدم کردند. به گزارش رسانه‌های رسمی این کشور، چندین پهپاد طی چند روز گذشته هم در آسمان عربستان سرنگون شده، اما مقام‌های سعودی جزئیات دقیقی درباره منشأ این پروازها ارائه نکردند. دقایق بعد نیز اعلام شد که یک پهپاد دیگر که به سمت میدان نفتی شیبه در حرکت بود، در لبه شمالی منطقه ربع الخالی رهگیری و منهدم شده است. این اقدامات نشان می‌دهد که سامانه‌های دفاعی عربستان توانستند تهدیدهای هوایی علیه تأسیسات حیاتی و مناطق نفتخیز کشور را کنترل و خنثی کنند و امنیت زیرساخت‌های انرژی در شرق کشور حفظ شده است. قطعنامه شورای امنیت با درخواست توقف حملات ایران به کشورهای خلیج فارس تصویب شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه رای داده که از ایران می‌خواهد حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس را متوقف کند. این قطعنامه با 13 رای موافق تصویب شد. روسیه و چین به آن رای ممتنع دادند. بیش از 130 کشور از پیشنویس این قطعنامه مشترک حمایت کرده بودند. این قطعنامه حملات ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا فوراً تمام حملات و تهدیدها از جمله از سوی نیروهای نیابتیش را متوقف کند. قطعنامه همچنان هر گونه اقدام ایران که منجر به بستن تنگه هرمز یا اختلال در کشتیرانی بین المللی می شود را محکوم کرده است. در این قطعنامه اشاره به حملات هوایی امریکا و اسرائیل علیه ایران نشده است. هزینه هفته اول جنگ با ایران بیش از 11 میلیارد دلار اعلام شد. یک نشریه امریکایی گزارش داد که وزارت دفاع این کشور در جلسه پشت درهای بسته در کنگره هزینه هفته اول جنگ با ایران را بیش از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام کرده است. در این گزارش تاکید شده که برآورد ارائه شده شامل همه جنبه‌های عملیات نظامی نمی شود و برخی هزینه‌ها و خسارات احتمالی هنوز در این محاسبه لحاظ نشده است. این رقم نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی ناشی از درگیری‌ها با ایران در همان روزهای ابتدایی جنگ بسیار سنگین بوده و فشار اقتصادی و لوجستیکی قابل توجه بر ساختار دفاعی وارد کرده است. همزمان تحلیلگران هشدار دادند که هزینه واقعی جنگ می‌تواند بسیار فراتر از این برآورد اولیه باشد و پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده برای کشور متخاصم و منطقه ایجاد کند. دموکرات‌ها خواستار پاسخ درباره حمله به مدرسه دخترانه در ایران شدند. دموکرات‌ها در سنای ایالات متحده در نامه‌ای به پیت هگست خواستار ارائه توضیحات درباره حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران در آغاز جنگ شدند. حمله‌ای که مقام‌های ایرانی می‌گویند در آن 168 نفر از جمله حدود 110 دانش آموز کشته شدند. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که بازرسان نظامی امریکا معتقدند احتمالاً نیروهای آمریکایی مسئول این حمله بودند، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند. پنتاگون اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است. این نامه که از سوی تقریباً تمام سناتورهای دموکرات ارسال شده است، در آن مجموعه‌ای از پرسش‌های جزئی درباره حمله به شهر میناپ مطرح شده و نخستین پرسش این است که آیا ایالات متحده این حمله را انجام داده است یا نه. در این نامه همچنان پرسیده شده که آیا تحلیل‌های قدیمی یا معیوب درباره هدف می‌توانسته باعث اصابت به ساختمان مدرسه دخترانه شود یا خیر. همچنان به وعده پیت هگست اشاره شده که در این جنگ قوانین درگیری احمقانه وجود نخواهد داشت و از او پرسیده شده که آیا با مقرراتی که برای جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی وضع شده‌اند پابند بوده است یا نه. اگر نقش ایالات متحده در این حمله
تایید شود، این رویداد می تواند یکی از بدترین موارد تلفات غیر نظامیان در دهه‌ها در جریان درگیری‌های امریکا در خاورمیانه به شمار رود. دونالد ترامپ بدون ارائه مدرک گفته است که معتقد است ایران این حمله را انجام داده است. این در حالی است که ویدیوها نشان می‌دهد یک موشک تاماهاک امریکایی به پایگاه نظامی ایران در نزدیکی مدرسه اصابت کرده است. هگزت هفته گذشته درباره این حمله گفت ایالات متحده غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد و در حال بررسی این موضوع است. قیمت نفت به $100 رسید. همزمان با باز شدن بازارهای آسیا در امروز پنجشنبه، قیمت نفت خام با 9% افزایش به $100 در هر بشکه رسید. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و امریکا با ایران است که قیمت نفت از $100 عبور می‌کند. روز دوشنبه گذشته هم قیمت هر بشکه نفت خام به $110 رسیده بود. با وجود تلاش برخی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی مانند امریکا و بریتانیا برای تزریق نفت به بازار جهت کنترل قیمت‌ها، قیمت نفت افزایش یافت. ایران همچنان به تهدید کشتی‌های حمل سوخت در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. 20% صادرات نفت دنیا از تنگه هرمز انجام می‌شود. انتقاد سناتور دموکرات از شفاف نبودن اهداف ترامپ در جنگ با ایران. این جنگ ممکن است به اعزام نیروی زمینی منجر شود. جلسه محرمانه دولت امریکا با نماینده‌های مجلس سنا درباره جنگ ایران با نارضایتی سناتورهای دموکرات همراه شده است. در پی این جلسه 2 ساعته که برگزار شد، چند سناتور دموکرات از ابهام در اهداف دولت دونالد ترامپ در جنگ با ایران و عدم دریافت پاسخ مشخص به سوالهای خود شکایت کردند. سناتور دموکرات ریچارد بلومنتال با انتقاد سیاست‌های دولت دونالد ترامپ هشدار داد که جنگ با ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که به اعزام نیروی زمینی به این کشور منجر خواهد شد. سناتور بلومنتال گفت مردم امریکا حق دارند درباره هزینه این جنگ، خطری که متوجه پسران و دختران نظامی ماست و احتمال گسترش آن اطلاع داشته باشند. واشنگتن پست روز گذشته در گزارش اعلام کرد تنها 2 روز نخست جنگ بیشتر از $5 میلیارد برای امریکا هزینه داشته است. کریس مورفی دیگر سناتور دموکرات هم بعد از این جلسه محرمانه گفت دولت ترامپ استراتژی مدون و مشخصی در رابطه با جنگ علیه ایران ندارد. او همچنان در شبکه اجتماعی اکس نوشت براندازی حکومت ایران و نابودی کامل برنامه هسته‌ای آن از اهداف جنگ نیست و می‌دانیم که حملات هوایی مواد هسته‌ای آنها را از بین نمیبرد. مورفی در ادامه این توییت نوشت که دولت ترامپ گفته است تغییر رژیم در برنامه‌اش نیست. او همچنان اضافه کرد که دولت ترامپ راهبرد مشخصی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز ندارد. مورفی گفت رئیس جمهور با کنگره آنطور که باید تبادل اطلاعات نکرده است. دلایل عنوان شده برای آغاز جنگ دائم تغییر می‌کند. مشخصاً ما اهدافی داریم و اسرائیلی‌ها هم اهداف گاه متفاوتی دارند. به همین خاطر برآورد این که این جنگ چقدر طول خواهد کشید برای دموکرات‌ها مشکل است. تعداد زیادی از آمریکایی‌ها نمی‌خواهند دوباره درگیر یک جنگ طولانی در خاورمیانه شوند. سناتور مورفی درباره پیگیری تغییر رژیم در ایران به وسیله دولت ترامپ ابراز تردید کرد و درباره اعلام رهبری مجتبی خامنه‌ای گفت به نظر می‌رسد با ادامه کار همان افراد تندرو و سرکوب کنندگان مردم ایران مواجه هستیم. ما تمام اعضای خانواده رهبر جدید را کشته‌ایم. بنابراین قرار نیست به دنبال یک سیاست خارجی باشد که برای امریکا خوب باشد. او فرد اصلاحگر نیست و به سیاست‌های سرکوب و کشتار ادامه خواهد داد و نتیجه این اقدام نظامی وضعیت را برای مردم ایران بهتر نخواهد کرد. سناتور مورفی همچنان درباره گزینه‌های مطلوب در صورت پایان جنگ گفت این سوال مثل این است که وقتی تخم مرغ میشکند بپرسید برای ترمیمش چه می‌خواهیم بکنیم؟ فکر نکنم این جنگ نتیجه خوبی داشته باشد. صرفاً یک سری نتایج بد برای مردم ایران و منطقه و منافع ایالات متحده به همراه خواهد داشت.